به نظر شما توی این مسابقات تیم‌ها تو 10 ثانیه آخر حمله وقتی که سازماندهی دفاعی حریف کامله تونستن خلاقیت و هوش جمعی رو برای ایجاد موقعیت گل داشته باشن؟ 84 بار پاسخ مثبت بود. به نظرتون فرق بین یه تیم خوب و یه تیم قهرمان چیه؟ به نظر من فرق یه تیم خوب و یه تیم قهرمان در توانایی ساختن موقعیت‌های گل از هیچ، نه از حرکات انتقالی، نه از کرنر، بلکه ایجاد موقعیت از دل یک بازی ایستا. و این هنر ناب فوتسال. این 52% سهم